شاید باور نکردنی است، اما یک جفت پیرانساله در شهر وحدت در طول 15 ساله اخیر بیشتر از یک روز از هم جدا نشدند و زندگی را بدون همدیگر تصور نمی کنند. اقلیم رحمانوی 70 ساله هیچ فکر نمی کرد که عشق یک جوانی یتیم او را برای تمام عمر خوشبخت و اویلش را بعد 10 ساله ها نمونه برای خانواده های دیگر می کند. می گفتن که مقصد که بیو تا بیو چه میگیری خیلی اکی جوانی چخیله که من می گفتم که قطع مادرم که صغیره گرفته مغزای ثواب میگیری. او هنوز 18 سال داشت که به شوهرش آشنا و عاشق شد. هرچند دوگانه ها با او ازدواج با یک جوانی یتیم و بیکس را توصیه نمی دادند، اما امروز با گذشت 51 سال از زندگی مشترک خانم اقلیمه میگوید از انتخاب خود پشیمان نیست و اگر وقت و جوانیش پس گردد دوباره همین همسرش را انتخاب میکند. خرکتیشان خرکتی نه حیات هر خیل پرود چخنه تمامی جوان رفتگی عادی نزدیک بود. وقتی بار میبروندیم و کاغوچینی و گلچینی میکردیم و همون وقتای بیکاریمون البته گلهای تر و تازه را میآوردیم دعا میکردیم. از چهره و صحبت این دو عاشق روزگار دیده عیان است که زندگی اتفاق و خوشحالانه را پشت سر میکنند. مهربانی و غمخوری آنها نسبت به همدیگر بعضن کلینهای خانه را هم در حیرت میگذارد. فرزندان خانواده میگویند گذشت سالها و شب و فراز روزگار رشته محبت دو عاشق سال دیده را قوی‌تر کرده است. حاضر مثال یکتاشون بیمار شوند، البته با وای میکنند، دلبرداری میکنند، میبینیم هم وایشون مهر و وایشون محبتشون. اقلیمه و شریف این دو جفتی راضی از زندگی خانه‌داری بر این باورند که با گذشت سالها عشق و محبت هم تغییر یافته است و خیلی کم ازدواج‌ها از نگاه آنها امروز بر پایه عشق و محبت واقعی برپا می شوند. جای محبت را امروز به گفته آنها خانه و شرایط خوبی مالی جوانها گرفته است. راست چگو مگر عشقی که او دوری خیلی در روی ما در همون سالا بود حاضر نیست. هیچ جیده نمیشد خیلی حرمت یک دیگر رو همون عشق و صداقتمند باشند، با یک دیگر خیانت نکنند، همین با یک دیگر خوب معامله کنند. خیلی این گپا نیست حاضر. خیلی دوری ما تلفن نبود، خیلی چی نبود. همین بیچاره هر کجی آمده و شتا کشیده و یا سنچی پرکته یا همین تمه کدیم نگاه میکرد تمام بیچی. حالا این لیلی و مجنون سال دیده از شهر وحدت در فضای پر از عشق و محبت صمیمی 5 فرزند، 19 نبیره و 15 ابیره را تربیه می کنند. آنها که اکنون با قناعتمندی از عمر گذشته خود دولت پیری می رانند، می خواهند مهر و محبت و احترام یکدیگر را در قلب فرزندان و نبیره ها هم جای کنند و اسرار زندگی خوشبختانه موفق را برایشان آموزند.